صالح محمد رگیستانی، فرمانده نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در یک پیام ویدیویی گفت که مقاومت در افغانستان ادامه دارد. در این نوار ویدیویی صالح محمد میگوید طالبان یک گروه متعصب و ستمگر است که به آرامترین ولایت افغانستان یعنی پنجشیر حمله های پای در هم میکند. امروز پنجشیر قلب افغانستان است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم یک کشور که عبارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع میکند. به طالبان و همه آن کسانی که طرفدار آنها هستند میگویم که به وارد شدن طالبان به پنجشیر به هیچ صورت معنای پایان جنگ نیست، بلکه این آغاز جنگ است، گفت رگیستانی. این چنین رگیستانی از جامعه جهانی خواهش کرده است که به هیچ وجه طالبان را به رسمیت نشناسند و علاوه کرد که مقاومت ادامه دارد و تا زمانی که همه فرزندان این کشور زنده هستند ادامه خواهد یافت. من به زودی یک قیام عمومی را در سرتاسر افغانستان علیه طالبان اعلان میکنم. از این طریق میخواهم به تمام مردم افغانستان، مجاهدان و مقاومتگرانی که در هر گوشه کشورمان هستند بگویم که برای قیام عمومی در سرتاسر کشور آماده باشند.